آن مغز را برداشتیم، پوست آن بر دیگران بگذاشتیم. خلق آمانه شدند شاه را که بگذرد سفر. شاه فرمود من کجا ترسم ز اوضاع و خطر، هیچ اندیشه نکاهد قدرت روی مرا و نشکند آلودگی ها هیچ سوی مرا. میرسد در وادگاه خویش منزل میکند، سیر رفتن را دیگر زین پیش باطل میکند. همه صادر میکند تا خیمه ها برپا کند، اسب و اسباب نبرد جا بر جا کند. شامگاه آن است و دشت کربلا پر خوف و غم، ماتاب نیمه چون سیلاب میلرزد ز خیمه. باد آتش بار میخیزد ز پیرامون شب، آب را امنا کسان بر آل و بیت شاه ورزد. شب چه شب یک نواین کودکان از باره ها، شب چه شب یک سو حریم مصطفی در دیمتا. شب چه شب یک سو شماتت آین قوی بی ادب، یک طرف فرزند بیمارین حسین در تحق. شب چه شب از یک طرف لشکرکشی دشمنان، شب چه شب در خیمگاه شان آب است و ننان. شب چه شب آن مقتدا و رهبر بر نماز، غرش طوفان عشق و غیرتش بر نیاز. شب چه شب قرآن ناطق هر فزق میزند، یاورانش دور پیش او انالعق میزند. شب گذشت اما چو روز آمد که مرد نامدار از برای حق مردم شد روان در کارزار. با تمام حزب خود یعنی که 72 تن است رقم از حزبای نبود که برادر سر قدرت جنگ کردن. با تمام حزب خود یعنی که 72 تن حمله بردن بر سپاه بیشماری بس که عین جنگ برپا گشت و دشت کربلا را غم گرفت. آنقدر کشتن که شهر کوفه را ماتم گرفت. قوت ایمان و روی عدل و بازوی رسا میکشد از ریشه استعمار را آخر ز جام. گرچه 72 تن در دشت کین سر باختن، یک بر ما و شما درس نوی آموختن. کی مسلمانان دیگر یوغ اصلی تا بکن، بیکمالی و نفاق و خان جنگی تا بکن. زودتر اندرجه شاهد و جنبش سر کنید. مملکت در چی رسیده؟ زودتر اندرجه شاهد و جنبش سر کنید. فکر بر سر تیغ در دست و کفن در بر کنید. عبرتی باشد و فکر من جهانی بندگی، بردگی کی راست آید با نان زندگی. پس و سنگ زنده است لیکن ما و تو چون مرده ایم، او گل شاداب و ما چون خار و خس افسرده ایم. یونس سرچند کرد دستوت پس سخنسازی کند، چلکمانی خیالش نقش پردازی کند. صحنه کرب و بلا تمثیل کردن مشکل است، هرچی کردم باز دیدم پای من لردن گلت. نازمان مشتر که فرق زورمندان بشکند دسته که دلهای ضعیفان بشکند. من براگردم نیروی جوانان شوم، چستخوان گردن فرازان بشکند. شیشه بشکستن نباشد افتخار سنگ سخت، سنگ اگر سخت است جای شیشه سنگان بشکند. یا الهی به حق احمد وال مکنین فیض را به ما تو زوال. ساقی کوثری او می خواهیم از کف جامه های مالامال. یا ابوالفضل فضل کن عباس و دو سوی احمد مختار. تو وزیری حسینی ای مولا. یا وزیر حسین یک نفر این فرامپور دائم برای ما تلفن میکنه که به مو وزیر حسین تو میخوانی.
عرض حال مرا برش کو که من مریض هستم، سرطان دارم و من داین انداخته کرده که میگی وزیر حسین نبگو که درد مرا دوا کنن. لای خدا شفا بده تو وزیری حسین ای مولا، عادت مومنین دلات برا. هر مسافر که از وطن دور است، تو رسان بار دیگرش بدیا. از کرم ده شفای بیماران، تندرستی عطا نما یک بار. پیر و استاد و والدین امم، تو ببخشا به احمد مختار. پیر و استاد و والدین مرا، تو ببخشا به ایدر کرار. هر کی کردد به ما دین دعا، حاجتش را برار یا ستار. همه را آورد زبان این سخن با برکات، که به مهدی گل گلزار محمد صلوات. دریاب خستگان غمت را زیاد ساد، ای دستگیر پیر جوان امگی یا علی مدد.